اون زن شوهرش رو کشته بود و جنازه‌ش رو پشت دیوار قایم کرده بود. اما بعد از 4 سال پسرش هر شب شروع کرد با باباش حرف زدن. زن وقتی اینو شنید از ترس بدجوری به لرزه افتاد. فوراً از پسرش پرسید بابا چی میگفت؟ پسرش گفت بابا میگه توی دیوار خیلی تاریکه. میپرسید بیرون هنوز روشنه یا نه. بعدش هم گفت بابا گفت وقتی بزرگ شدی منو از اینجا بیار بیرون. زن با شنیدن این حرفها رنگش پرید و با ترس و وحشت به دیوار خیره شد. آخه بعد از 4 سال قاعدتاً باید فقط یه مشت استخوان از شوهرش باقی مونده باشه. پس چطوری میتونست حرف بزنه؟ از پسرش پرسید تو از کجا فهمیدی یکی توی دیواره؟ پسر گفت خود بابا بهم گفت. اون هر شب منو صدا میزنه و با هم حرف میزنه. زن با شنیدن این حرف حسابی شوکه شد و انگار آب سرد ریختن روی سرش. چون 4 سال پیش اصلاً این بچه به دنیا نیامده بود. فکر کرد شاید پسرش توی مدرسه چیزهای عجیبی شنیده. فرداش رفت دیدن معلم پسرش و پرسید که آیا ویدیوی عجیبی به بچه‌ها نشون دادن یا آدم غریبه‌ای اومده مدرسه؟ معلم گفت نه، هیچ غریبه‌ای اجازه نداره وارد مدرسه بشه. بعد از اون زن رفت به خانه سالمندانی که مادر شوهرش اونجا زندگی می‌کرد. فکر می‌کرد شاید مادر شوهرش این چیزها رو به بچه گفته. اما اونجا که رسید یه چیز تکان دهنده شنید. پرستار گفت مادر شوهرش ماه پیش فوت کرده. وقتی زن داشت میرفت پرستار جلوشو گرفت و گفت این پیرزن قبل از مرگش مدام یه جمله رو تکرار می‌کرد. میگفت پسرم داره از توی دیوار صدام میزنه. اونجا خیلی سرده. زن با شنیدن این حرف بدجوری وحشت کرد. برای اینکه بفهمه جریان چیه توی خونه دوربین مخفی گذاشت. اون شب داشت فیلم دوربین رو نگاه می‌کرد که دید پسرش از خواب بیدار شد، رفت سمت دیوار و دستشو گذاشت روی اون. زن با دستپاچگی دوید پایین و پرسید داری چیکار می‌کنی؟ پسر گفت دارم با بابا حرف میزنم. زن پرسید بابا چی میگه؟ جوابی که شنید خون رو توی رگهاش منجمد کرد. پسر گفت بابا میگه پاهاش سر شده. پرسید میتونی چند تا از آجرهای دیوار رو برداری؟ منم گفتم زورم نمیرسه. بابا گفت عیب نداره. وقتی بزرگ شدی منو بیار بیرون. بعدش هم گفت بابا میگه توی این 4 سال که توی دیوار بوده خیلی حوصله‌اش سر رفته بود. اما حالا که من هر شب باهاش حرف میزنم دیگه احساس تنهایی نمیکنه. زن از ترس کاملا کپ کرده بود. با دست لرزون دیوار رو لمس کرد. اون شب بعد از اینکه پسرش رو خوابوند یه چکش برداشت و رفت سراغ دیوار. میخواست هر طور شده به حقیقت پی ببره. شروع کرد به خراب کردن دیوار و بعد از چند لحظه یه سوراخ بزرگ درست شد. اما تا اومد داخل دیوار رو نگاه کنه از ترس غش کرد و افتاد کف زمین. چون جنازه‌ای که 4 سال پیش پشت دیوار قایم کرده بود غیب شده بود و اصلاً اونجا نبود.